نه رمضان در خرید یا کمتره. فقط گیردچه در خریدور است. نونای ابیچنی سیاه گیردچه. یکی از موضوعهای داغ در ماه رمضان در تاجیکستان وضع بازارها و بالا رفتن ارزش محصولات است که طلبگار بیشتر دارند. از جمله گوشت و تخم و نان و سبزیجات و دانگی ها. بعضی از تاجران در شهر دوشنبه ادعا دارند که امسال این منظره مشاهده نمی شود. نرخ پیشنهاد گذاشته. نه همین خیلی همون نرخ گذاشته. در بالای میوه 3 سم 4 سم 10 سم جایش میشه که هم میوه میسوزیم. جایش میشه که 1100 سومان 100 سومان میزگریم. ای 10000 سم 300 سم 200 سم میزگرم. قسمی از خریداران بازارها با سخنان تاجران موافقند و برخی هم رد میکنند. به حد قیمتش دیگه که همه چی یک 10% قیمتش دیگه 20% هم نجازی گوش قیمتش دیگه هم چیزایی که افسانه در همین رمضان در کار چیزای کالری دار میگیرن تخم گوشت همین دانگی همه چی قیمتش دیگه تخم 40 سم میشه یا 8 سم 40 سم اکو آدمای دوران شرایط دوا مشکلی نیست آدم ندارن به چه شرایط میبینی شو 1 کیلو نیم کیلو میگیرن. شاید رمضان نظر به پیشینه کمتر ارزون هست. ارزونتر هست کمتر. قیمت میشید؟ آخه که قیمت بود حجرش در نظر ما خرسندی نمیدونم 7 نان 10 سم دادن خرسندی رفته. در تاجیکستان که زیاده از 90% اهالیش مسلمان است، ماه رمضان 19 فوریه شروع شد. مقامات از جمله رئیس جمهور در پیام‌های خود مردم را به مهربانی و کمک به همدیگر دعوت کردند. اگر خودت خط دینی سویه دینی تو در کدام درجه است باید بدونی که دینداری تو به کدام درجه است. اگر معامله ما بین عائله فرزندات همسایه خویشتوار بهترین باشه دلیاب باشی بدون که دین تو مکمل است. لیکن اگر دل رنجنده و به اعتبار و به معنی و به اندیشه هم خیلی باشه بدون که دین تو ناقص است. امسال در پیشاروی رمضان سر و صداهای پهن شد که در کشور برگزاری افطاری، مراسمی که برای گروهی از مردم در خانه و یا طرفخانه ها خوراک داده می شود منع شده است. کمیته دینی تاجیکستان با نشر اظهارات آن را رد کرد.